آورد حدیث عایشه رضی الله عنها میگوید که عایشه رسول الله صلی الله علیه و سلم خرج لیلتا یکی از شبها من جوف نیم شبانده برآمد و در مسجد نماز خواند. نعم در مسجد نماز خواند. نعم یعنی جای مسجدش نزد روبروی دری عایشه بود، روبروی دری عایشه، حجره عایشه. اما رکعتاش 8 رکعت خواند. 8 رکعت رسول صلی الله علیه و سلم نماز خواند و به 3 رکعت ویتر کرد. چند رکعت میشه دامش؟ 11 رکعت خواند. وقتی که خواند آدم ها اومده از قفاش اقتدا کردن. چیکار کردن؟ اقتدا کردن. رسول صلی الله علیه و سلم اقتدا کردن. یعنی دو سه کس اومده اقتدا کردن. اون رفتن مباشرتاً چیکار کردن؟ گپ کردن که رسول صلی الله علیه و سلم شبانه بر اومده مسجدند نماز خونده استاده است. مسجدند بر اومده چی نماز خونده استاده است. دویم شب چی شد؟ یعنی آدم بسیار شد. اگه خبر همه جا برست که همه کی نمیخواهد همراه رسول صلی الله علیه و سلم نماز خوندن. همه این تمنای انسانیت که یعنی همراه رسول صلی الله علیه و سلم نماز خوندن. سونه با خبر زاید شد. نم سونه سیوم شب چی شد؟ یعنی سیوم شب آدم خیلی بسیار شد. رسول صلی الله علیه و سلم یعنی اینا چند روز خوند؟ یک روز، دو روز، 3 روز همین نماز تراویح با جماعت 11 رکعت خوند. انا شب 4 بود که نم شب 4 چی شد؟ یعنی عجز المسجد. نم یعنی فی روایت احمد اغتص المسجد. اغتص المسجد یعنی پر شد. فهمیدید غصه میشه چه میگن؟ وقتی که آدم تا گلوشه میخورد دیگه خوره نمیتاد پر، یعنی مسجد شد پر شد، جان نشد. 4 شبانده مسجد پر شد. حتی خرج لصلاة صبح. 4 شبانده رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز قیام اللیل و تراویح به نبر اومد. فهمیدید نبر اومد یعنی همین بچه صحابه ها اومده چیکار کردن؟ یعنی بدو یتنحنحون، یعنی اومده در رسول صلی الله علیه و سلم ده کردن، سلفه کردن، یعنی آواز برآوردن که یعنی این آداب ضربه نمیزدن، هم فریاد نمیکنن. یعنی فکر کردن که رسول صلی الله علیه و سلم خوابش برده بود. انتظارن تا سحر انتظار شدن، رسول صلی الله علیه و سلم نبر اومد. رسول صلی الله علیه و آله و سلم چیکار کرد؟ یعنی نبر اومد. نماز به نبر اومد حتی که صبح فجر بر اومد. وقتی بر اومد فجر خوند، نماز بامداد همراه جماعت خونده. اقبل علی الناس یعنی آدم ها به رو آورد. آدم ها به رو آورده. فتشهد ثم قال اما بعد. گفت که فانه گفت که یعنی علی مکان شما کاری کردگیتون من به خفی شدگیش نه. یعنی رسول صلی الله علیه و سلم شبانه بیدار خانه‌ش نماز خواند. شنیدم، همیشه فهمیدم، خواب نبودم. برای چی نبر اومد؟ لیکن گفت من ترسیدم نبر اومدم. که ترسیدم که ان تفرض علیکم، یعنی من ترسیدم که اگر این خیل خوندن گیریم این نماز تراویح شما به فرض میشد و سونی چوای فتعجزوا عنها، یعنی چی فتعجزوا عنها؟ سونی عاجز بشید و خوانده نمیتونید. خوانده نمیتونید. و رسول صلی الله علیه و سلم وفات کرد، نمی خیلی متهم خودش خانه‌شنده علاهده میخونه. اذن معنای حدیث فهمیدیم. اذن چی معنا داد این حدیث؟ از این حدیث ما چی بهره میگیریم، چی فایده میگیریم؟ مشروعیت صلات تراویح فی المسجد جماعتا. فهمید؟ مشروعیت صلات تراویح فی رمضان فی المسجد جماعتا. یعنی اذن صلات تراویح مسجد به جماعت شده خواندن جایز بوده است. یعنی چی؟ یک کاری که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کردگی. این کار کردگی رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه؟ این کار کردگی علیه الصلاة و السلام.
یعنی چند روز دوام دادگی 3 روز سونه 4م روز یعنی بعد میگه برای که مسجد پر شده دیگه رو به جا نمون نه وای سبب نبود سبب چی بود یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چی وای رحیم رؤوف شفقت میخواهد امت به رحم دل ترسید که نمازم فرض میشد و سونه چه شما عاجز میشید یعنی معنای فتعجزوا یعنی هذا لا يدل على العجز الكلي نعم اذ العجز الكلي نعم يسقط التكليف فهمتید العجز الكلي يسقط التكليف یعنی برای که عاجز ها نمیتون عاجز چیه معذور آدمی عاجز معذور یعنی معنای عجز اینجا عجز کلی نه معنای عجز معناش که یشق علیکم ثم لا تقدروا یعنی ثم تعجزون مع المشقه مشقه بهشون چه میشه و الا شما قادرید فهمیدید اینجا یک اشکال اومد اشکال همینجا که اهل علم اشکال شدگیش ان تفرض علیکم یعنی رسول صلی الله علیه و سلم فهم ترسید که نماز تراویح چی میشد فرض میشد این بچه ها در اشکال میشد اشکال حدیث الاسراء والمعراج حدیث الاسراء والمعراج اسراء معراج انده الله سبحانه و تعالی نماز چند فرض کرد 50 سونه 45 40 35 30 25 20 15 10 5 5 بر تیجان چی گفت الله سبحانه و تعالی انه گفت لا يبدل القول لدي لا يبدل القول لدي گفت که دیگه این حکم تبدیل تغییر نمی‌یابد خلاص 5 اذن چوای کم هم نمیشه زاید هم نمیشه اذن چی شد یعنی الله تعالی بیان کرد فهمیدید اگر نمیخواد باشد پس برای چی رسول صلی الله علیه و سلم ترسید که تراویح 11 رکعت چی بشد فرض میشد فهمیدید نفهمیدید اشکاله اگر الله تعالی گفت خلاص نماز از 5 وقت دیگه زاید نمیشه خلاص این حکم رب العالمین گفته این چی گفته یعنی الله سبحانه و تعالی این چیزا گفت این تبدیل نمی‌یابد پس برای چی رسول صلی الله علیه و سلم ترسید فهمیدید اشکاله یا نفهمیدید چه جواب میدید نفهمیدم رمضان خاص یوم لیل چخیل بلند قضیه نماز شب فرض نشود مقصد یوم لیل نماز شب فرض نشود صحیح اینه گفت لیکن الله سبحانه برای چی میترسد رسول صلی الله علیه و سلم خلاص الله گفت که دیگه نماز زاید نمیشه نماز زاید نمیشه گفت نماز زاید نمیشه امت فرض نکنه خداش با بلند 5 وقت زیاد نمیشه رکعتش زیاد میشه چخیل مثلا نماز گفتن رکعتش زیاد میشه 5 وقت میمونه نماز گفتن نماز زیاد نمیشه که 5 وقت زیاد میشه یعنی گفتن جای 4 رکعت به 15 رکعت میشه یعنی گفتن جدا کن گفتن جدا الله هدا یعنی رسول صلی الله علیه و سلم گفتن خونش به درآمد خور رفت که سونی برآمد از شاهد همینجا ده نعم همین خیلی لب شما صحیح است اهل علم الخطابی رحمه الله دو جواب داد یکم جواب گفت اینجا هم عدد نماز در نظر ندارد عدد نماز انما الاقتداء چی بیانه مسئله رکعت نمازنده نه وقت نمازنده نه اینجا چیش داد حاضر یعنی حاضر رسول صلی الله علیه و آله و سلم نعم همین نماز مثلا وقتی که خوند یعنی برای رسول صلی الله علیه و سلم چی بشد یعنی نعم برای رسول صلی الله علیه و آله و سلم این نماز چی بود یعنی فرض بود فرض بود نماز انا امت که مثلا اگر این به اقتدا که کرد فهمید یعنی اقتدا فرض میشد گفته ترسید رسول صلی الله علیه و سلم اقتدا چی میشد یعنی فرض میشد از جهت چی پیروی از جهت چی میشد یعنی پیروی یعنی که لازم بی فقط تفضل اجلس يا شيخ اجلس ما في مشكله لازم میشه فقط جماعت باید خونی میشه ها
خیل لازم که فقط جماعت باید خونی میشود معناش نه این دیگه چی یعنی معناش یعنی رسول صلی الله علیه و آله و سلم این اومده جوابا حاضر رسول صلی الله علیه و آله و سلم نماز قیام اللیل حق چه فرض این خصوصیه ها خاص حق رسول صلی الله علیه و سلم قیام اللیل فرض فهمید یعنی ما حاضر امت یعنی چی میکنیم یعنی رسول صلی الله علیه و آله و سلم چی میکنیم اقتدا میکنیم پیروی میکنیم نام پیروی جایز بلکه فرض مبا فهمید کارای رسول صلی الله علیه و آله و سلم یعنی ما حاضر حتی خوندن هم کتی یعنی چی میشد یعنی رسول صلی الله علیه و سلم دو این پیروی کردن گریم هم پیروی فرض شده میمونه و این چی خلاص شده نمیتونیم کنیم یعنی فهمید از جهت نماز نه از جهت چی میگه یعنی پیروی اقتدا کردن مثلا فرض میشد یعنی از جهت نماز نمیشه از جهت چی رسول صلی الله علیه و سلم اقتدا کردن یعنی فهمید از جهت اقتدا ما به چی میشد یعنی نماز بنه یعنی خودت الهیده خونی که یعنی تو با کدوم اساس میخونی یعنی خلاص میشد که یعنی چه مدامی که رسول صلی الله علیه و سلم همین خوند اگه فرض که تو هم باید که خونه بله فهمید این یکم جواب دویم جوابش اینم قول خطابی رحمه الله خطابی میگه که دویم قول شما گفته که چیز برای اون که نعم اینجا یعنی معنا کتی که یعنی الله سبحانه و تعالی شب الاسراء و المعراج هم وقتی که بیان کرد نعم یعنی الله سبحانه و تعالی اینه هدیه کرد نعم هبه نعم این چی شد یعنی هبه شد هدیه شد این چیز فهمید این چیز چی شد یعنی هدیه شد یعنی الله سبحانه و تعالی هدیه کرد همین 45 نماد چی هدیه کرد انا اکنون هدیه یا خود من شما به هدیه تیم هدیه گارونده تید میشد یا نه یعنی من گرنه گرام نمیشه لیکن شما میتونید حقتونه من گرفتن نمیتونم لیکن شما گرنده تید خلاص میگید که تو من به هدیه کاری هدیه من خودت به هدیه میکنم جایز لا باس این چیز فهمید ها ایزان چی میشد یعنی الله سبحانه و تعالی این هدیه کرد یعنی امت یعنی معنیش چی میکنه یعنی این هدیه گویا که از الله سبحانه و تعالی چه هدیه میگردونه فهمید خودش به چی یک نماز اضافه کرده با میگوید که یعنی 5 دین با 6 اختیار میکنیم خدا ما گفته گپ یعنی فهمید یا نفهمید چی حالا می جواب داد یعنی خطابی رحمه الله هم گفت که رسول صلی الله علیه و سلم انا نمی چیز ترسید که یعنی هدیه چی گردونده نشود گفته از این چیز ترسید سوره ابن حجر فتحا میگوید که وقد فتح الباری میگوید علینا بثلاثه اجوبه اخرى وقد فتح الباری میگوید یعنی فتح الباری کنه وقد فتح الباری علینا بثلاثه اجوبه اخرى میگوید فهمید با سه جواب داد میگوید یعنی الله تعالی شد یکم جواب از همه قوی ترینش یعنی از شاهد معتبرش خودش میگه که ثواب حق من نزدیکتر میگوید یعنی اینجا مسئله چی شد یعنی مسئله نعم یعنی رسول صلی الله علیه و سلم ترسید که نعم همین صلات تراویح صلات لیل هم با جماعت فرض نشود از خود گفتیم که اقتدا انا کنید اقتدای وقت شما فهمید یعنی گویا که چی شد یعنی خود ما قیام لیل میتونیم جماعت هم کنیم میتونیم خونم بخونیم میخونه یعنی ترسید که خود ما اگر مسجدن یک خوندن گیریم حکم میبیاد که یعنی خیلی که باید که فرضای جماعت هم میخونیم اكون نفل هم باید که چه جماعت هم بخونیم این خودش نفل یعنی این فرض به داخل نمیشه لیکن نفل خوند به قبول نمیشد اگر نفل که خوی که قبول شد باید که مسجد بخونی یعنی فهمیدید یا نفهمیدید علمی میگه از همه سدیدتری جواب میگه یعنی علمی اختیار کرد خودش رحمه الله فهمیدید اذا معنای عجز چی بده است معنای خوف خشیه رسول صلی الله علیه و سلم چی بده است فهمیدید یا نفهمیدید این چی انا آدمی چی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا من صلاه التراویح قیام الليل انا آدمی چی شد یعنی ترسید علیه الصلاه و السلام نعم وكذلك حديث فويدوي كحديث ميجرين يعني تشوي مشروعية نعم البداءة في الخطبة بالحمدلله نعم هم بخاري رحمه الله البخاري كتاب صحيح عنده این حدیث باب چی میگوید یعنی من بدأ میگوید خطبته بالتشهد والحمد والثناء على الله عز وجل وقوله اما بعد اذا یعنی این چه خطبه باید که به چی تر شود یعنی خطبه سواء یعنی چی باشد یعنی خطبه جمعه باشد خطبه حاجه باشد یعنی حتی مثلا
کلمه عادی باشد، همه این چیز باید که بچه باشد، یعنی صرف شود با الحمدلله، یعنی الحمدلله ثم الثناء علیه ثم قوله اما بعد. ثم چی میشه؟ یعنی قول اما بعد بشه. اما قول اما بعد معناش میگه ابن رجب فتحنده میگه که ابن رجب رحمه الله میگه که اما بعد یعنی میگه اما بعد معناش مهما يكون من امر فالامور كلها متعلقه بالحمد لله عز وجل. فهمت؟ اذا همه کارها معناش چیه؟ یعنی مهما يكون من امر فالامور كلها برای من بعد اما بعد چی میشه؟ یعنی نعم تعقیب الفاء، نعم فا یعنی چه؟ مجیء فا، نعم يعني تبقى لزوم مجيء الفاء بعد كلمة أما بعد. مهما يكون من أمر فالأمور كلها متعلقة بالحمد لله، يعني حمي كره بچي مشاد يعني بحمد الله. نعم يعني أم بحديث عند مروي كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع فهو أجزاء فهو أبتر. فهمت؟ نعم. إذن كذلك مثلا فایده های حدیث چی شده جنده؟ یعنی مشروعیت، یعنی چی میشه؟ یعنی صلات تراویح جماعتان، صلات تراویح چی جماعتان خود به دلیل میشه. یعنی این چیز گفتم و علیکم السلام، این چیز عهد نعم اذا چی بدیس یعنی دلیل های. فهمت؟ الان به وقتی که عمر رضی الله تعالی و ارضاه، یعنی وقتی که نعم مسجدان ده میبیند، وقتی که رسول صلی الله علیه و نم عمر رضی الله تعالی عنه نم مسجدان وقتی که میبیند که چیه آدم‌ها جماعت شده با امامت ابی ابن کعب جماعت شده خونده شدن، چی میگوید؟ یعنی نعمت البدعه میگوید، نعمت البدعه میگوید. همین چی میگوید؟ نعمت البدعه یعنی چه خوب این نعمت، این بدعت. فهمید؟ یعنی معناش اینجا بدعت لغوی یا که بدعت نسبی. بدعت چی میشه؟ که بدعه معنای لغویش لغت اند معنای یک چیز نو. فهمید؟ نو یعنی این نسبی، یعنی به نسبت ما، نو مطلق نه. برای اون که این چیز یعنی چی ما خودمو اختراع کردگی ما نه، این چیز عهد رسول صلی الله علیه و آله و سلم اند بود. یعنی نماز تراویح مسجدان در جماعت شده خوندن، این عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم اند بود. برای که رسول صلی الله علیه و سلم 1 2 3 شب همراه جماعت مسجد پر شده، مسجدان در جماعتان تراویح خوند. سونه رسول صلی الله علیه و سلم ترسید که نماز گرفتگی ما که با فرض نشد ترک کرد. نعم سونه عهد ابوبکر میخواد شد، سونه عهد عمر، یعنی قول ابن عبدالبر میگه که سال چنده شد؟ یکمین جماعتی که صلات تراویح به جمع شد این سال 14 هجری ده. صلات تراویح یکمین باری که خودنا سال چنده گفتیم؟ سال 14 هجری عهد عمر رضی الله تعالی عنه عهد چه سال 14 هجری ده تراویح چه مسجد نبوی ده جماعت شده خوندن. فهمید؟ انا من بیان چی میشه؟ یعنی این چیز هیچ خیل بدعت نمیشه، این چیز سنت، یعنی صلات تراویح مسجدان ده خوندن چی بدست؟ یعنی سنت بدست، این از رسول صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شدگی. نام رسول صلی الله علیه و سلم کارگی. اما قول عمر یعنی چی میشه؟ یعنی بدعت نسبی میشه، یعنی چیز ناوی، یعنی حداث، یعنی برای که الباء والدال والعين بدع نم اصل يدل على ماذا؟ على الحداثه، یعنی حدوث شیء، یک چیز ناف پیدا شدگی. هم به شیخ ابن تیمیه میگه که حدوث نسبی این، یعنی نسبت ما به و الا این چیز بود، این چیز عهد رسول صلی الله علیه و سلم اند بود که یعنی چی تراویح جماعت شده مسجدان ده میخوندن. فهمیدید یا نفهمیدید؟ جماعت شده چه مسجدان ده میخوندن این چیزا. فهمیدید؟ هم به این چیز بدعت نه، این چیز چی میشه؟ یعنی این سنت رسول صلی الله علیه و سلم و عمر رضی الله تعالی این از خودش این چیز اختراع کردگیش نه. این چیز یعنی چی صلات تراویح هم مسجدان ده به امام جماعت شده خوندن، این چیه از عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موندگی سنت بوده است. نعم. سونه با حدیث عایشه آورد امام رحمه الله. حدیث عایشه میگوید که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر شد مئزره و احیا لیله و ایقظ اهله. یعنی اذا این چی میشه؟ یعنی دا یعنی العشر الف لام الاحدیه، یعنی عشر الاواخر، عشر الاواخر، یعنی نعم التماسا
نعم ليلة القدر یعنی ليلة القدر چی میکرد کان یلتمسو ليلة القدر یعنی بنیت شب قدر جستجو کردن وقتی که دی اخیر رمضان میدرمد چیکار میکرد شد معذره یعنی معناش کنایه چیه یعنی زنها به نزدیکی نمیکرد شب زنده کرده اهلش بیدار میکرد یعنی این دلالت کرد که خاصتا دی آخر رمضان اند آدم یعنی چه شب‌های بیدار طاعت و عبادت اند گذراندن به نام حدیث دلیل والله اعلم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأنتم جزاكم الله خير ها يعني كي الله سبحانه وتعالى 45 ركعة الله قربنا جديد يعني كي رسول قربنا يعني هدية الله يعني كي بتحسس كي هدية الله بومي قربنا يعني كم نعم نعم هم مثلا جای این برای که الله تعالی ما به هدیه کرد این هدیه قارونده میگرد گفتن به چه ترسید رسول صلی الله علیه و سلم 8 ركعات الأفضل يا من 9 ركعات ها 8 ركعات يا من 9 ركعات رسول صلی الله حدیث عایشه رسول صلی الله علیه و سلم رمضان انده غیر رمضان انده 11 رکعت زاید نمیخوند نعم یعنی حدیث مسلمان نه بعضی علما ها میگن که یعنی این چیزا عایشه رضی الله عنها چیزی دیدگیش گفت برای که حدیث مسلمان اومد که چی گفت رسول صلی الله علیه و سلم شبانه 13 رکعت میخوند اذن از 11 رکعت زاید میخوند هم به حدیث ابن عمر انده وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم یک آدم اومده پرسید صلات اللیل رسول صلی الله علیه و سلم گفت صلات اللیل مثنا مثنا نماز شبانه 2 رکعت یعنی چی قدر که خونه خون هم بنابراین 20 رکعت میخونن 30 رکعت میخونن لیکن بهتر یعنی رسول صلی الله علیه و سلم از 7 رکعت کم نخوندگی از 13 رکعت زاید نخوندگی غالبا 13 رکعت میخوند لیکن اگر 20 رکعت خوندن میگیریم هیچ گپ نیست جای مشکلش نه 30 رکعت میخونن 23 رکعت میخونن اما غالب جای مسلمانان 23 رکعت میخونن